بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای بخشنده و بخشاینده مهربان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیکم برادران اهل اسلام. الحمدلله به خدا شکری بیاده که در این روز خداوند دیداری دیگر دیدن مناسب دید. از سوالی که برای ما دادیم درباره انشاءالله خداوند ششک، شخمت، بلیارد، کارت، یعنی بازی کردن از روی نقطه نظر شریعت چی است؟ انشاءالله خداوند ما قدر امکان از علم ناکرای خود انشاءالله خداوند جواب میدیم. شاعر میگوید بی‌ترس ای بنده از قهر الهی، که ترسان است از او مرغ و ماهی. به خاطر آر هر دم روزی مردن، چی باشد حال وقتی جان سپاریدن. عزیزان من، هر دم ما شما به خاطر آریم دم‌های انشاءالله خداوند جان دادن و الله سبحانه و تعالی بترسیم. آنچه که شریعت منکر است البته من شدن انشاءالله حرکت کنیم و جد و جهد کنیم که باید که ما شما انشاءالله دائم به یاد الله باشیم. در مذهب امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه کدام کاری که انسان از ذکر خدا غافل می‌دارد، از کلمه خدا سبحان الله الحمدلله الله اکبر لا اله الا الله ذکر کردن باز می‌دارد، این مکروه است. و اگر این کار ما شما را از یعنی نماز منکرد، وقتی که نماز پیشین میشد، نماز عصر میشد، نماز شام، نماز خفتن، اگر ما شما را این چیز منکرد، این عزیزان من حرام میشود. مثال گیریم من بلیارد، کارت، شخمت، ششک انشاءالله خداوند دیگر بازی هایی که انشاءالله برای ما شما درست نیست الحمدلله. لیکن در اسلام تربیه انشاءالله بدن درست است. تربیه کردنی بدن انشاءالله خداوند دویدن، یعنی خداوند انشاءالله فوتبال بازی کردن، حتی در اسلام سنت است تیر انداختن، شنا کردن، اسب دواندن، مرحمت بیمار خداوند فقط وقتی نماز شما را نگیرد شد انشاءالله. لیکن چیزایی که خدا خواهد یعنی از ذکر خدا میموند، این مکروه است. حتی شخمت در مذهب امام اعظم رحمت الله علیه مکروه است و در امام شافعی درست است. ولی ما شما از مکروه اندو نباشیم. مکروه میگه آن عمل است که الله سبحانه و تعالی منکر است. کردگی گناهگار میشود، نکردگی ثواب میگیرد. کسی که مکروه این کار کند کافر نشود، سخت گناهگار میشود. باید که میگه بزرگان در یعنی مکروه به اندوه نباشیم، به پروا نباشیم که این سه کردن گیریم تکرار کردن گیریم به حرام میگردد. برای در یک مذهب اطاعت کردن واجب است. یعنی مذهب امام اعظم در ما شما که هستیم همین در اطاعت کردن واجب است. باید که اطاعت کنیم و از این کارهای نادرست ما شما داشتیم. لیکن بلیعت بازی کردن چی؟ این بلیعت بازی کردن حرام است. یعنی بلیعت در این مذهب ما شما پیامبر صلی الله علیه و سلم 3762 حدیث است. من لعب بالنرد عصی الله و رسول، کسی که نرد بازی میکند این گناهگار شده است الله و پیغمبر محمد صلی الله علیه و سلم. دویم حدیث سلیمان ابن بریده یعنی روایت کرده که انشاءالله حدیث است من لعب بالنرد شیری فکأنما غمس یده فی لحم الخنزیر. کسی که میگه اگر بازی کند انشاءالله با نرد بازی کند بس گویا که تقید از دستش در یعنی خونی خوک یا که در گوشتی خوک تقیدگی که مقصد از تقیدن یعنی گوشتی خوک خوردن که برابر است عزیزان من. همین از الله ترسید انشاءالله. از با یک بازی بود است در یعنی خداوند انشاءالله اینترنت و بازی داشتیم اسکبیت گفتگی بازی این هم حرام است عزیزان من. چقدر آدم ها میلیون 15 میلیون و 20 میلیون پولش پای دادن در عائله ها شغل بچه دست است عزیزان من. این حرام است. چیزی که پول میمونه انشاءالله خداوند در موبایل این حرام میشد. از الله ترسید انشاءالله. این کار نکن. این پولون خداوند انشاءالله یک کیلو گوشت خرد، نان خرد، آرد خرد، برنج خرد، عائله خداوند زنده شد. و این قیمار در قرآن عظیم شان در سوره مائده 90 آیه چه خدا حرام کرده است. از خدا نمیترسی قیمار بازی میکنی انشاءالله خداوند.
پولی حلال اخت حرام دست صرف میکنی انشاءالله گناهگار میشه پیش الله و رسول. عزیزانی من صحبت کنیم، صحبت بسیار است. امید میکنیم که این سوالی که دادین انشاءالله قانع میشین و خدا انشاءالله همه هدایت کند از این راههای شیطانی، از این راههای نادرست برای خود سفر برمیگرداند.